کسی دیگر پرسیده است که تگمه را در خواب دیدن چی تعبیر دارد برای زن حامله دار؟ یک تعبیرش این است که در زندگیش محفوظ میماند، یعنی الله تعالی از بلاها و آفتها این را نگه می‌دارد. دوم تعبیرش این است که صاحب مال و رزق بسیار میشود. سوم اگر خواب بیننده به شوهر باشد یا به زن باشد ازدواج میکند، به شوهر صاحب شوهر میشود و به زن صاحب زن. چهارم تعبیرش این است که یگان مقصد و هدف دارد که به همون مقصدش برسد. علامت این است که مشکلاتی که در رسیدن به همون هدف و مقصدش به پیش آمده است، همون مشکلات رفع و دور میشوند و به مقصد خودش میرسد.